با فکرم شما محمد جان نیستید؟ بله. آفرین، من شما میشناسم. من طریق تلویزیون بهارستان و دیگر شبکه‌ها فقط تماشا میکردم. شعرهای خوب میخوندی. من شما رو بیشتر میدیدم. آفرین. خیر، وقتم گذشته ایستاده است، برنده نیستم. اکا شما چقدر به ساعت وقت رو حس میکنید؟ من ساعتم رو فراموش کردم. با فکرم برنده دیر کرده ایستاده است. از همین خاطر کی می اومده باشد؟ در راه بودم، با من چند بار زنگ زد که کجا شدید کجا شدید، خودش نیست. کم ترک دیگر میسیم، اگر که نهایت خسته میروم. بعدی 5 دقیقه برنده میآید. صبر کنید. شما چند ماه تولد شدید؟ من حیران. ای محمد جان، باور کن من خسته میروم. این 3 دقیقه خیلی تا آمدین برنده. یک لطفه من میگویم، یک لطفه شما میشود یا نه؟ خیر مایلش، اگر یک لطیفه گفتیم اگر نامه بعد خسته میروم. فهمو؟ اول من میگویم. شما بگید مایلش گوش بکنم. 2 جوره طلبخانه میروند. بعد در طلبخانه پلیمن میارن. جورش در حیاتش یگان بار پلیمن را ندیده بوده است. و سین جورش میگه که جوره ای چه؟ بچهش میگه که ای گودکی من توی. آفرین. زنی با همراه پسرش در اتوبوس رفته ایستاده است و مادر برای خوردن سمبوسه پسرش رو مجبور میکند، لیکن پسرش خوردن نمیخواهد. بعدا مادرش میگوید که آی پسر جان، او سمبوسه ها رو خور که منها به انو دانشجو میدیم. پس از چند لحظه دانشجو با مادری پسرک مراجعت میکند. خاله جان، آی خاله جان، او سمبوسه ها رو دید، اگر ندهید آخر من از 2 ایستگاه گذشتم. لطفه شما با من خیلی معقول شد. من میخوام یک تا دیگر خودم لطفه گویم. مرحمت. بچه افندی 3 روز مکتب نمیروه. به روز افندی قطعی آتش در خونه شتگیان که یکی آتش در این تریزه نگاه میکنه که دیرکتری مکتب قطعی رابع سینشون اومده سر. آتش میگه که بچم خیلی بگریز که دیرکتری مکتب قطعی رابع سینشون اومده سر. و بچهش میگه که آتا برعکس شما بگریزید، برای که 3 روز پس ما معلمون گفته بودیم که آتا مردگیه. آفرین. خیر هینه دیدی محمد جون، برنده هم ناومد. من خسته میروم. خیر. سلام علیکم. السلام علیکم. اکا تا خوش مناس. محمد جان چیکار شما؟ سلامتون است؟ همه خوب؟ سلام علیکم. اومدید؟ من بر وقت اومدم. من از ولایت خرطوم اومده رسیدم. تو از همین تلویزیون بهارستان تا همین درون استودیو نمیتونم. من عذر میخوام از شما، عذر میخوام. اکا تا خون از شما نیز محمد جان و از کلی بینندگان شبکه بهارستان عذر میخوام. خب برنامه رو آغاز نکردید؟ ما بر وقت برنامه آغاز کردیم. خیر، یک بار دیگر با تماشابینان سلام میگویم. بله. میشه شما راضی؟ بله. السلام علیکم بینندگان عزیز شبکه بهارستان. برنامه دانای کسبی من منظوری شما. یادرس میشوه ما در این برنامه هنرمندان رو دعوت نمودیم و میخواهیم باشون یک صحبت جالبی داشته باشیم. برنامه ما بخشیده به سال نو میلادی صورت میگیرد. باور دارم که برنامه ما با شما پیشنهاد میآید و این لحظه معمار را با شما معرفی میکنه. هرچند که شما با مهمان برنامه ما شناس هستید، ولی بار دیگر میخواهیم این نفر رو با شما معرفی کنیم. مهمان نخستین برنامه ما هنرمند تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام عطا محمد جان شهری باختر اوتاخان سیدزاده. شما رو خوش آمدید میگیم به برنامه. تشکر زیاد. سلام میگم به همه بیننده های عزیز تلویزیون، دوست داشته همه ما و شما و از آن جمله نورسان بهارستان. و نخستین سوال من به شما چنین است که میگفتید که کسب هنرمندی چگونه کسب است؟ در حقیقت خداوند هر انسانی را که دوست می‌دارد با او یک کسب، یک هنری را هدیه می‌سازد و من فکر می‌کنم که هنرمند در همه جا، در چی در هنرهای مردمی، چی در صحنه، چی در صنعت آوازخوانی، چی در اکتوری، این به خاطر هر یک انسان در دل او ذوق است، شوق است، رغبت است پیدا می‌شود نسبت به هر یک کسب
و امروز چون من کسب هنرمندی رو انتخاب کردم و از کسب انتخاب کرده خویش خیلی هم می‌ندار هستم و امروز افتخار میکنم که همچون هنرمند در یکی از تئاترهای بانفیذ ولایت خطان فعالیت میکنم. سلام باشه. محمد جان شما یگان سوال دارید؟ بله. مرحبا. سوال ما همین که یک سخن گوید که ما خنده. خیر. روزه با هنرمندی خلقی تاجیکستان علالدین عبداللویف نشسته بودم در اتاق کاریشون و یک دخترکی اومد نزدیم اومد و خواننده مکتب بود. مکتب میونه تحصیل میکردم. بعدن گفتن که میخوام که من در تئاتر کار کنم فعالیت کنم و یا خواننده مکتب بودم. بعدن هنرمند اکی علالدین با اون کس یک سوال دادن گفتن که بیاید این خیلی میکنه نباشد بیاید از در بیرون براید و در کشاید و با ما گوید که محترم رئیس من جواب دید اپام تولد کرده است. بعدن دخترچه راضی شد رفت و از پشت در ما نشستیم و گفتیم بیاین یک امتحان میگیریم از این دخترک. بعدن در کشودن گفتن که سلام علیکم محترم رئیس خوب هستید شما اینجا هستید اپام تولد کرده است من جواب نمیدید. بعد ما گفتیم خیر مقصد دخترک سنجیم گفتیم چی تولد کرده است پسر یا دختر؟ دخترک هم در جواب سراسیمه شد گفت که فرقش نیست. محمد باز یگان سوال دیگر دارید چی بود؟ بله. مرحبا. سه نمود خنده رو اجرا کنید. مرحبا. شد می؟ خب شخص رو کسبش موفق میکند یا اینکه نه؟ البته شخص کسب دوست دارد و پیوسته کوشش میکند که به خاطر کسبش شهرتیار شود. بله. و محض توسط همون کسبش چقدر انسان همون کسب دوست داشت و از ته دل کار کرد پیش برد همون کسب انشالله که اون کسب اون شهرتیار میکنه. مرحبا محمد. با فکر شما بسیار مرا میشناسند یا شما را؟ اکنون این هر روز تلویزیونی باورستان شما رو رکلام کرده ایستادن. البته شما رو چرا که همه کودکانی عائله ما و همه خوانندگان مکتب تمام شما تماشا میکنند. من همه دانشم ما رو بسیار میشناسم. ولی شما را هم در جمهوری و بیرون از جمهوری میشناسند. تشکر. محمد جان من میخواهم یک سوال با تخم بدهم ولی باور دارم که از اودش نمیبراید. یک دقیقه با شما فرصت. در یک دقیقه شما نقشی رو بازی کنید که در آن هم خنده باشد و هم گریه. با حساب من شروع میکنیم. 1 2 3. مادر تو فرشته نیستی چون که فرشته آرزوی مادر شدن را دارد و ولی با او برابر شدن را نی. مادر تو زیباترین کائنات روی عالمی را دوست می‌دارم مادر. سلامت باشید. بهترین هرچند که اشک نبود ولی فکر میکنم اگر در فرصت معین شده شما ادامه میدادید شاید همه ما و مخصوصا بینندگان شبکه بهارستان شاید گریه میکردن. محمد جان مرحبا باز چی سوال داره شما؟ دیگر کسبا چی گناه داشتن که شما انتخاب نکرده؟ راستی من کسب زیاد دارم. من اصلا در همین کسب هنرمندی من شوق رغبتم زیادتر شد زیرا که چون خورد بودیم در همه چورابینی های مکتب مثل تو محمد جان در همه چورابینی های مکتب من شعر میخوندم رقص میکردم سرود میخوندم. از این رو من همین جدای صنعت انتخاب کردم و امروز فکر میکنم که خطا هم نکردم در این کسب. سلامت باشید. 4 مصرع سرود سرایید. نگهبانی سری گهواره من توی ما در شبای گریه من چه شبهایی تو را به خواب کردم خودم خفتم تو را بیدار کردم مادر مهربان و مادر آرام جان و مادر بیا مادر بیا روح و روان و مادر مهربان و مادر آرام جان و مادر بیا مادر بیا روح و روان مادر. اتاقم نگفته چون چرا اینقدر زیبایید؟ راستی من نفهمیدم که من قدر زیبا هستم لیکن شما هم بسیار زیبایید. خداوند هر بنده ای را دوست می‌دارد با او حسن جمال هدیه می‌کند و فکر می‌کنم که همه ما بنده دوستدار خدا هستیم. من حالا یک جمله رو
ба шумо мегӯям, шумо бо ишора ҳамон ҷумларо тасвир бикунед. хоб ман тоҷикистони азиз ва модарамро хело зиёд дӯст медорам. аз ишораатон кадомаш модар буд? аз ишораи ман модар ҷону дил. дар давраи ки шумо кӯдак будед шеър суруд мехондед? бале гуфтам ку ҳангоме ки ман талабаи мактаб будам мисли ту ман шеър мехондам, суруд мехондам, рақс мекардам ва яке аз сурудҳое ки лаҳза пеши назар биёрам ва барои тамошобинони азизи Баҳористон бигӯям, суруди кишвари Паҳноварам буд ки бо кӯмаки устод рӯҳашон шод буд Мирзо Алиев, ҳамин суруда онҳо ба асбоби аккордеон менавохтанду ман дар тамоми чорабиниҳо мехондам. ҳамин гуна буд. кишвари Паҳноварам, кишвари ҷонпарварам, кишвари Паҳноварам, кишвари ҷонпарварам. идомааш фаромӯш шуд. беҳтарин. акнун мо отахон ба шумо як шарт дорем. агар шумо аз удаи шарти мо ба хубӣ баромадед, Муҳаммадҷон барои шумо як шеър қилоат мекунад. омода ҳастед? агар аз удаш баромадед, агар набаромадед, албатта ки Муҳаммад шеърро қилоат намекунад. шумо розӣ ҳастед? бале. ин лифофае ки айни замон дар назди ман аст, яъне дар дохили ин ҳарфҳо ҳастанд. шумо ҳамин ҳарфҳоро бояд ҷобаҷо бикунед ва калимаи дурустро бояд пайдо бикунед. марҳамат. ба шумо 1 дақиқа вақт дода мешавад ва бо ҳисоби ман шурӯъ мекунед. 1 2 3. 1 дақиқа вақт шурӯъ шуд. фурсат рафта истодааст. аллакай 20 сония пушти сар шуд. фақат як калима аст ин. дуруст бошад. яъне ба андешаи шумо духонаҷон шуда метав? бале. ин духонаҷон чӣ маъне дорад? вақте ба шумо ҷудо гарда аллакай ба анҷом расид, вале мутаассифона шумо аз удаи шарти мо набаромадед. калимае ки бояд шумо пайдо мекардед нодонхуҷа буд. хоб саломат бошед. лекин ман аз иҷрои ин шарт набаромадам ва бисёрам хоҳиш мекунам ки дар назди Муҳаммадҷон нишастам. чаро аз шеър нахонад барои мо Муҳаммадҷон кане? овози фораматро, чашми гунаҳраматро, шодиву ҳамағаматро ман ёд кардамоча, ман ёд кардамоча, болину бистаратро, румолаки саратро, тумори дар баратро ман ёд кардамоча, ман ёд кардамоча, бо ту нишастанамро, лочида бастанатро, армон шикастанамро ман ёд кардамоча, ман ёд кардамоча. марват Муҳаммадҷон, боз чӣ суол доред шумо? таманниётҳои шумо дар соли 2020? хуб, таманниёти ман ба кулли тамошобинони азизи телевизиони дӯстдошта Баҳористон ҳамин аст ки пеш аз ҳама таманно мекунам ки тоҷикистони азизи мо дар фазои ананин сулҳу оромӣ бошад, тинҷӣ бошад. маҳз бо пешвои мо аз зами миллат тоҷикистони мо боз ҳам гулгулшуфон гашта истодааст ва ҳамеша таманно мекунам ки осмони соф ва офтоби дурахшон рӯи тоҷикистони азизи мо нурпошӣ кунад.
خانداش بزنه السلام علیکم میگه در سین سالی ما برسه چی خیلی اکتیور میشه میگه در سین سالی ما برسه چی Народный артист. بشی Нормальный بچه халқи. بشی بچه Assalomu alaykum. السلام علیکم ولی بسرمی تو به شناختم آتخان نیستی راست شو بگو بله بله هستی بله خدمت زنانش سلامت دیگه باشید. مرزوی خدا دیدار ناتون شد برکت. داشتم تشکر. رحمت شما دا مبارک باشه بچه خوب است. ممکنه که قوت راست بستم بله بله. شرونه. وقت نیست ما وقت نداریم وقت مردم ما رو تماشا کرده است شما چیکار میکنید آتخان لبای. این بچه که سب سفیدی خوشرو کیه من حیران مونده بودم. نیم ساعت من این انتظار شدم. با میگوید که من وقت ندارم. بی محمیر دیدگی هست بود نوروز جان ای دیدم تم نه بخشی بچه اون در سین سالی ما جای بخشیش هر کس شناختن شو بگو سلامت باشید یعنی ما این لحظه با اتخان خداحافظی میکنیم بله بابا جان. زیرا ما رو باز در ولایت انتظار هستند و برنامه‌های سالی نوی در پیش است. چه خواهش میکنم که دوی سفر بله دیلم نشیده سایو خیر کن. آتخانی جان سفر به خطر نه و دولتت و هنرت و این زیبایی و این جوانیت پاینده تشکر زیاد بابا حاد میکنم. باشی جان. خب تو دیدو. در سلام دیدار جانم بچم سلامت باشید. خب آتخان بخشیش در کیسه یگون صورت خط نداری نداشتی یاد کی کردم نگاه ما حتما طریق وایبر خرید شما باید چند تای لازم باشد میفرستم. بله رایکو تشکر. وایبر بچی زوره در آمیورا سلام و ولایت خفلان از ناحیه مجد حکی یوان بینندگان عزیز شبکه بهارستان این لحظه صحبت بازم ادامه میدهیم و یادرس میشویم که ما یک مهمون خود رو الکه گسیل کردیم و مهمون دیگری برنامه ما این عبدالرحیم نبیوف هنرمندی تئاتر استودیوی محفل رو و همزمان کارمندی تئاتر خلقی ناحیه یوان شما رو خوش آمدید میگیم با رحمت حالی سرشی ما الکه شروع کردیم این تو باشد السلام علیکم بیننده های تلویزیونی با نفوذی بهارستان گفتی راست میشیشتم خوب است خب اکنون سوال نخستین به شما محمد جان میدهد مرحبا محمد اگر شما هنرمندی اصیل باشید با شما 30 ثانیه وقت گریه کنید ثانیه ها سر شد وای رفتیم همین خودت نمیتونی نمیتونی ای بچه من نخواه که تو در 30 ثانیه گریه کردن نتونی حیفا من تو باوری کنم داشته که باید تکمشی کلان شوی یا امتیار بزرگ بشی 30 ثانیه الکه به انجام رسید در حال باز خندید دیگه بس کنای که محمد جان نمیتونه گیری کرده بابا نمیتونه فیا نمیتونی با خیال کرده ای که میتونه نه که نمیتونه سلامت باشید بهترین خب سوال دیگر با شما چنین است که چند سال است که شما در صحنه تاجیک با حیث هجیونیگار یا خود هنرمند فعالیت میکنید و در طول این سالها در کدام مؤسسه ها شما فعالیت کردید اول اجازت اوی دیدم و پاک کنم مرحمت معلش. باشه مرحمت آلی بچه نمیره حکی بو بیش ای همین سالی 1941 نه 1941 نه بچم همین سال 1993 انا همین در دانشکده صنعتی تاجیکستان که داخل شدیم که همین که فعالیت سر شد بچم بعد برآوردی خواندن انا سال 2000 وقتی که صاحب دیپلم شده انا تجربه آموزیمون ای سال 1997
تا 2000 در تئاتر نمونوی مینیاتوری آینه گذشت تا سالهای 2010 بچه‌ام در همونجا فعالیت کردیم. انا بعد وای بچه‌ام تا این روزا در تئاتر خلقی ناحیه یوان دیگه فعالیت کرده سمت بچه‌ام نمیدونم گاه خوابم گاه بیدار. بابی هم بابی مرگان کیه؟ الا بای هم بابی مرگان کیه؟ خوشرو نگاه که تو چشمت کلا نگاه که دیدرسی انا همین بابی مرگنی اساسی نیست. بچم بابی مرگنی اساسی بچم در قشلاق دستگیری که بالای ناحیه یوان زندگی میکنه عزتی ملاتاش میگن شهر وای مرگنی حقیقی ای بچم ما مرگن شهر. سلامت باشید بهترین و چگونه که ما میدونیم شما در زیادی از نقش‌ها بازی کردید حالا هم بازی میکنید میتوانید پارچه از صحنه‌های خود رو بهره بیننده شبکه بهارستان پیشنهاد کنید؟ البته چونه همین نویرای من نگاه دارن حالی بله شید همین نویر چکای ما که نگاه داشته باشن نویرکای خوشروی ما هندلکای باباش شیرینکای باباش خدا رو شکر 9 میلیون نویره دارم. انا برای نویرهام یک تاریخی جنگی بزرگی وطنی رو نقل میکنم لیکن نترسین فاشیست آمده سای همین اسنایپر در دست من اشتیگنوش از ساق موزه گرفته در نوک اسنایپر زدم تیر نیست تای فاشیست بپرونی بچم انا با همین اشتیگنوش رو پیش کردم همین اسنایپر اشتیگنوش دیم که میزنمو میپرتم قفا هر یک زدگیم ده 5 تا 6 تا فاشیست در نوک اشتیگنوش میویم این وقت یک کس در سری کیف تو تپ کردم غم نته ولی وقت ندارم بزنم میپرتم قفا با در سری کیف همین تپ کرد بگفتم همین بیچارکی باشم خیلی البته اون کرافتاده آخی در این میدونی جنگ تو میکنم نگاه میکنم اکی استالین بابا جان لبای بچه درباره فعالیت امروزتون کمی نقل کنید. مالش بچه در زبان جنوبی در همون تئاتر خلقی ناحیه یوان چندین نمایشنامه اسپکتاکل‌های کلان بچم با صحنه گذاشتیم. اینه که همش مضحکه نیست بچه. من درباره گروه‌های افراطی من درباره پیشگیری نشأمندی برای پیشگیری همه قوه‌های بدی ما مخصوص اسپکتاکل‌های کلان تشکیل کردیم با جمع و پیشکشی تماشابینای. السلام علیکم. زنجیر جان مهمونی برنامه نوبتی ما حجم‌نگاری تئاتر استودیوی محفلا رو ظفر ظریفی شما رو خوش آمدید میگیم. خوشبخت باشید. میخواستیم بفهمیم که کسب هنرمندی چگونه دشواری‌ها رو دارد؟ به دشواری نمیشود. همه کار دشواری دارد. نکی زحمت کشید راحت چه میگید؟ البته سلامت باشید. مشکلی نیست که آسان نشود. خب محمد جان با شما یک سوال دارد و فکر میکنم که شاید بار اول باشد با شما این سوال. محمد جان با فکر شما بیشتر من خوشم یا شما؟ البته شما خوشیه. شما بچه جان خدا عمری درازی با برکت بینی. در سالهای کسب پیشرو باشی. ما دعاگوی شماییم. اگه شفا میگفته شما چند سن داره؟ ولی کلان شاو انا با نفهمی چند تا زن خوبه. یک تا. همین دعوای زنگیریم نه؟ چند دختره مخشقی میکوش چه خلقه نفهمیدم. قول چند تاش خوزگوری رفتیم؟ ها گفتن اگه ما رو همین بچه رو تیم خونه بکشیم. با شما نیز یک سپارش است و حالا ما سپارش با سهم شما میرسونیم. نمیشه همون سپارش ظفر اجرا کنه یا شای با قوت های به هر دوی شما سپارش داده می شود و اگر پیدا کردید من به شما یک لطیفه میگم. اگر شما پیدا نکردید هر دوی شما با ما و تماشاگران شبکه بهارستان لطیفه میگید. شما راضی هستید؟ راضی باشید پس شروع میکنیم. در دست ما لفافه است. لفافه رو دیدید؟ اولا به فکر شما در داخل این چی است؟
ایلایم یگان سوال ای ماتماتیک نباشه. این کاغذهایی که شما در دست من میبینید اینا همش یک کلمه هستند. شما همین حرفا رو باید جوباجوب بکنید و کلمه درست رو با سمع بینندگان شبکه بهارستان برسونید. و شما 1 دقیقه فرصت داده می شود. شما باید از همین حرفا کلمه درست رو پیدا بکنید خب و در همین روی میز جوباجوب بکنید. مرد این حرفو به شما و با حسابی من شروع میکنیم. 1 2 3. این همش یک کلمه است. همش یک کلمه. بله. این کلسه نمیشه. ظفر کمک بکنید که فرصت کم است. من به شما کمک میکنم. اول حرفش می است. اوه رحمت. مزحک نه مزحک باز. البته شما پیدا کردید اما با کمک من، ولی به هر حال ما جوابی پیدا نموده شما رو قبول داریم. این واقعا هم مزحک باز است. و اکنون بگویید که من لطیفه بگویم یا اینکه نه؟ حالی ببچم کرای لطیفه گفتن نیست. یعنی که یه همت میکنیم. بگو بچم. یک لطیفه بگویم. بگو. خب وقتی امتحان معلم همسایه‌اش رو یعنی بختیار رو دعوت میکنه. بختیار کنی مرامت. بختیار شما از اینجا بلیت نگیری. بختیار جون پدرت به سلام گو. تو همسایه کو بختیار جون. شکل زمین بختیار جون. شکل زمین. چگونه است بختیار جون؟ چگونه است بختیار؟ چارکنجه. بختیار جون پدرت به سلام گو. شکل زمین بختیار جون. چگونه است بختیار چارکنجه. بعد آموزگار میگوید که نصف شب براسیم. نصف شب برو. شاگرد پیش از برآمدن یک میبرد و بعدا میگه معلم همین هم سوال شد. شکل زمین کلوله. بعد از درس بو میخوره. خب این لحظه محمد جون یک لطفه دیگر به سمع شما میرسوند. مرحمت محمد. یه روز گوه قهرش میکنه میگه که من ادامه را 80% شین میتونم نکم یکم بار من اوچه نمیگم. بچه گوش کن. همین که بچه قد بلند آزاده خوش رو ای بو شرم ندانسته که مگزین غارت کردی. همه دوکانی همسایه کو برای همه خدمت میکنه. برای چی بیچاره قفای دیولش ترزه رو شکستی. دور آمدی وی مغازه سر و لباس تگرو کردی. نه تو وقتی دزدی کردی فکری بابیت نکردی. تو فکری مرا نکردی که تو نوری کی. تو فکری مرا نکردی. نه تو وقتی دزدی در آمدی اینقدر سر و لباسی اون مرده که دزدیدی تو فکری مرا نکردی آخی. فکری تره کردم بابی. خواهی راز میریتی اگون چی نیفتی. در آخر تمنیاتی شما رو در سال 2020 با تماشاگران شبکه بهارستان میشنویم. بیزار در سال نوی میلادی در خاندان هر یک فرد تاجیک مهر باشد، محبت باشد، فیض باشد، برکت باشد و کلی بینندگان و کلی مخلصان یک بار دیگر تمام خوشبختی روزگار زندگی رو تمنا میکنم. شخصا من تماشابین برنامه شبکه بهارستان هستم. دوست می‌دارم. به همین نویره‌های عزیزم بیننده های تلویزیونی با نفوذی بهارستان، دوست داشتنی بهارستان، همین قدر گفتنیم که نویره‌های باباش در روی زمین در تمام حیات فقط مهر و محبت استفاده ببره. باقی همه پیش از جنبست برنامه
таманниёти муҳаммадро албатта бо шеър мешунавем ва бо ҳамин барномаро ба анҷом мерасонем. سال پیشین خیر با ما گفت رفت با امیدی روزی فردا گفت رفت خیر با ملکی توانا گفت رفت میروم من تا سال دیگر گفت رفت. ташаккури зиёд барои иштироки шумо ва ташаккури дигар ба муҳаммадҷон ки шумо маро дар барнома ҳамроҳӣ кардед, кӯмак кардед ва суолҳоро омода карда ба меҳмонон пешниҳод кардед. саломат бошед. бинандагони азиз, ин буд барномаи идонаи касби ман ки бахшида ба соли нави мелодӣ таҳия гардид. фикр мекунам суҳбате доштем ва ин суҳбат ба шумо ва ба кулли бинандагони шабакаи баҳористон писанд гашт. با امید دیدار خیر تا سال دیگر. خیر. خیر